اینجوری حرف میزنی ها میزنم تو الان میام خدمت نمیتونی بکنی اما تویی بعد وقتا هرچی داری صدقه سر من خانواده‌ام بیکار کردین برای من اگه تو رو جمعت نمی‌کردم کسی تو رو آدم حساب می‌کرد نه کسی تو رو آدم حساب می‌کرد بچه خوشگل مزلف با خانواده در پیتت بابای معتاد کثافت آشغال 100 دفعه گفتم اسم بابای منو علت اینکه مصدر بزرگش اینه که شما دو نفر دیر میزی صحبت کردیم یه سری معاملاتی کردیم الان جفتتون شریک جرمید مثلا مردم آزاری کنه شما آجی پنجره رو امتحان کن آجی خرسه در آماده آقا غلاف کن آقا کی تو داری لگد میزنی؟ من نیستم کمک کنید مشکل داره شما برید اون بر حلی خصوص چه خبرت آقا؟ سرت گذاشتی اینجا مشکل دارم کمک کنید آقا